یه دوره‌ای از زندگیم هست که هیچ وقت در موردش با کسی صحبت نکردم اونقدر، چون خیلی از اون دوره خوشم نمیاد و همیشه دارم سعی می‌کنم یه جوری پشت سر بذارمش. هر وقت یکی در موردش حرف میزنه سریع بحث عوض می‌کنم. دلیلش هم اینه تو اون دوره اصلا خودم رو دوست نداشتم. نوعی که موهامو استایل می‌کردم، نوع لباس پوشیدنم، نوع حرف زدنم، ظاهرم، همش یه جوری بود که انگار می‌خواستم از بقیه تاییدیه بگیرم که خودم رو دوست داشته باشم. یه نوع استایلی بود که الان عکسش رو روی صفحه می‌بینیم که اون زمان و حتی الانم خیلی اینجوری لباس می‌پوشن و من اون موقع می‌دیدم که همه دخترها و پسرها اینجور لباس پوشیدن رو دوست دارن و اینجور تیپ زدن رو دوست دارن و با اینکه من اصلا شخصیتم به اونایی نمیخورد که اینجور تیپا رو می‌زدن، بازم به خاطر اینکه یه جور حس تاییدیه ازشون بگیرم و خودمو بینشون جا کنم مثل اونا لباس می‌پوشیدم و رفتار می‌کردم. چون می‌دونی اینجوری حس می‌کردم مردم بیشتر منو میپذیرن، چون خودم اونقدر اعتماد به نفس کافی نداشتم که خودم باشم. واسه همین سعی کردم مثل اونا رفتار کنم و از همون اول میدونستم که من اصلا مثل اونا نیستم. نه گل می‌کشیدم، نه پارتی می‌رفتم، نه با کسی رابطه جنسی داشتم و اونا این کارو می‌کردن و خیلی‌هاشون ببین خیلی بیشتر از اون چیزی که اصلا میشه فکرشو بکنی و من مثل اونا رفتار می‌کردم چون فکر می‌کردم چیز خوبیه. حالا در مورد تفکر گوسفندی چیزی شنیدین؟ وقتی یه گوسفند ببینه بقیه یه گلش دارن از یه دره میپرن پایین، احتمال اینکه اونم از همون دره بپره پایین 90% افزایش پیدا میکنه. منم وقتی میدیدم همه همسن و سالام دارن همون کار انجام میدن، منم با این که میدونستم شخصیت واقعیم اونطوری نیست، با این که میدونستم به اون جور جمع و تعلق ندارم، ولی چون احساس تنهایی میکردم، اعتماد به نفس نداشتم و خودم رو دوست نداشتم، مثل اونا رفتار میکردم، از همون دره میپردم پایین. و تو اون جمع که بودم هر موفقیت کوچیکی که به دست میآوردم و جار میزدم، گفتم بچه‌ها من این کارو کردم، من اون کارو کردم. مثلا میگفتم بچه‌ها من امروز جور کردم برم باشگاه، امروز اولین جلسه باشگاه بود. بعد همشون یه جوری من نگاه میکردن انگار کسخلی چیزیام. مثلا داشتن حرف میزدن، یهو کل جمع ساکت میشد وقتی من به رفیقم نمیگفتم، یهو همه اینطوری نگاه میکردن انگار که مثلا تا اونی چیزی دارم و اینطوری ازم دور میشدن که ازم مریض نگیرن. کوچکترین حرفی که در مورد توسعه خودم میزدم، در مورد اینکه دارم خودم رو سعی میکنم بهتر کنم یا امروز این کار مثبت انجام دادم، مسخره‌ام میکردم. بهم میگفتن تو اسکلی، خرخونی، دیوونه‌ای و این فقط به جمع دوستام ختم نمیشد. یه دختره بود که حالا اسمشو بهتون نمیگم، ولی 4-5 سال پیش بود اگه اشتباه نکنم و جزو اولین رابطه‌ای بود که داشتم. یادم من و دوستم رفته بودیم کافه و اولین باری بود که تو کل زندگی من با یه دختر می‌خواستم برم بیرون. دختره دوست رفیق من بود، ولی من نمیدونستم که این دوتا با هم تو رابطه‌ن. و وقتی رفتیم بیرون اینا انگار با هم قهر بودن، چون که اصلا با هم هیچ رابطه نزدیک و صمیمانه‌ای نداشتن و واسه همین من فکر می‌کردم که دختره سینگل و چون که اونقدر طبیعتاً اعتماد به نفس نداشتم که برم به خود دختره بگم، رفتم از تو گوشه رفیقم شماره دختره رو کش رفتم و شروع کردم باش پیام دادم. از یه سلام و چطوری معمولی شروع شد تا اینکه حالا دفعه بعد کجا می‌خوایم بریم بیرون، تا اینکه مثلا من از تو خوشم اومده، تا اینکه کم کم حرفمون یه ذره مثل کاپلا شده بود تقریبا. یعنی مثلا من به شب بخیر و دوست دارم میگفتم، اونم به من از اینجور چیزا میگفت. و بعد از 3 ماه که من دنبال این دختر میدویدم و هی منو بازی میداد، هی بهش پیام میدادم میگفتم بریم بیرون، سین میزد چی نمیگفت، آنلاین میشد ولی پیام منو سین نمیزد، یا سین میزد ولی بحث عوض میکرد و چرت و پرت جواب میداد. وقتی زنگش میزدم گوشی رو قطع میکرد و من بازم دنبال این دختر افتاده بودم، چون اولین دختری بود که تو کل زندگیم بهم یکم توجه نشون داده بود. اینقدر واسه توجه داشتم زجه و دست و پا میزدم. و بعد از 2-3 ماه فهمیدم که تمام این مدت دوست پسر داشته و منو به عنوان یه گزینه پشتیبان تو آسینش نگه داشته که هر وقت با دوست پسرش کات کرد بیاد سراغ من. و همینطور شد. آخر ما من رفت توی رابطه، ولی بازم نزدیکی بینمون تغییری نکرد. بازم اون صمیمیت رو من بینمون احساس نمی‌کردم. یه چیزی بهتون بگم، یه روز داشتم بازی می‌کردم و همزمان با این یارو دختره تو ویدیو کال بودم. همونطور که داشتم بازی می‌کردم داشتم باهاش حرف می‌زدم و داشتم گفتم که پس کی می‌خوای با من بری تو رابطه، چرا اصلا هی منو میپیچونی، چرا من گذاشتی تو آب نمک و اینا. اونم میگفت حالا در موردش فکر می‌کنم، حالا بعداً بهت میگم. و مامانم اینو شنید. وقتی که کالو قطع کردم و رفتم تو حال، مامانم گفت که این دختره فکر نکنم تو رو بخواد. بعد من به برخورد چون کردم با دعوا کردم به مامانم، درصد که راست میگه. شاید باورتون نشه ولی من روزی، دقت کنین، 7 روز هفته، هر روز 1 ساعت و 20 دقیقه پیاده روی می‌کردم تا برسم به دم خونه اینا و این بیاد پایین، من برای 1 الی 2 دقیقه ببینمش، باهاش صحبت کنم و دوباره 1 ساعت و 20 دقیقه راه برم تا خونه. اغراق نمی‌کنم، کاملا جدی‌ام. 1 ساعت و 20 دقیقه پیاده روی بدون استراحت، پیاده روی سریع بدون استراحت، حتی بعضی شبا ساعت 9 شب، 10 شب، 11 شب که من برم دم خونه این زنگو بزنم یا به زنگ بزنم بیاد پایین، 2
2 دقیقه یا کمتر منو ببینه و بره بالا و من دوباره 1 ساعت و نیم 1 ساعت و 20 دقیقه برگردم و برم خونم. همچین آدمی بودم. اینقدر واسه توجه و تایید بقیه تلاش می‌کردم. اینقدر یه دونه اعتماد به نفس بودم. حتی بعضی وقتا بود که برای من از کل پول تو جیب ما هم 500,000 تومان مونده بود و تازه مثلا اول ما و من اون 500,000 تومانو خرج گردنبند واسه ایشون می‌کردم. براش ست گوشواره و گردنبند خریدم. براش از این فاکینگ چیزا هست مشکی که دور گردن می‌بندن مثل قلاده میمونه. از اونها براش خریدم. چوکر بهش میگن چرت و پرتی هستم. بعد از 6 ماه که من با این بودم، 6 ماه از زندگیم که 24 ساعت با این حرف می‌زدم، 24 ساعت فکر و ذکرم این بود. موقع درس خوندم به این فکر می‌کردم، موقع امتحان سر امتحان به این فکر می‌کردم. من به این بنده خدا که 6 ماه منو بازی داده بود سر امتحانم به این فکر می‌کردم. تو کلاس زبانم به این فکر می‌کردم. کلاس زبانمو میپیچوندم که برم اینو ببینم. و بعد از 6 ماه یادمه یه بار منو بوسید، ولی اونقدر حس جالبی بهم دست نداد. یکی از همون شبایی بود که 1 ساعت و نیم پیاده رفته بودم تا ببینمش و منو بوسید و 1 ساعت و نیم دوباره بعد پیاده برمیگشتم. الان که فکر میکنم این اصلا از من حتی خوشش هم نمیومد. میدونی فقط چون اولین دختری بود که یکم بهم علاقه نشون داده بود و من واسه این یکم خودمو داشتم میکشتم، واسه این یکم تاییدیه از بقیه داشتم خودمو میکشتم. فکر میکردم این همون دختریه که من قراره باشه ازدواج کنم و بعد از اینکه باش به هم زدم شاید 1 هفته تمام هر شب گریه میکردم. تو جمع اون تو سر خوره که با هیچ کی حرف نمیزنه و سرش همیشه پایینه و دنبال بقیه رو میفته و کار بقیه رو انجام میده، ازشون پیروی میکنه و به هیچ اعتراض نمیکنه، من بودم و با همه چیز موافق بودم. نه صرفا واسه اینکه واقعا باشون موافق بودم، واسه اینکه میترسیدم که اگه مخالفت کنم همینا هم که این همه تقلید کردم ازشون تا منو تو جمعشون راه بدن منو قراره بیرون کنن. و جدا از اون اصلا الان که فکر میکنم منو به زور بیرون دعوت میکردن، یعنی حتما باید جلوم از دهنشون میپرید که ما میخوایم فلان روز بریم بیرون و وقتی نگاه مظلومانه منو میدیدن دلشون میسوخت و بهم گفتن تعارف مانند که میای و من میدونستم که واقعا دلشون نمیخواد من اونجا باشم، ولی بازم میگفتم که آره میام، خوشحال میشدم. شاید بپرسید خب همه اینو چه ربطی به شیف کردن سرم داره؟ یه چیزی بهت بگم، وقتی رسما داری هویت خودتو عوض میکنی واسه اینکه یکم توجه از افراد بگیری، یعنی زندگی رو باختی. وقتی اصلا رفتارت مثل اونا نیست و ته دلت خودت هم اینو میدونی ولی فقط داری خودتو گول میزنی، یعنی زندگی رو باختی. و بذار چیزی رو بهت بگم، اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی و به کونت بر نخورده و ویدیو رو نبستی، یعنی تو هم یکی مثل منی، یعنی میدونی که به اون جمع تعلق نداری ولی بازم داری سعی می‌کنی ازشون تقلید کنی، چون صرفاً از نظر مردم میترسی که اگه خودتو نشون بدی مردم یه وقت مسخرت بکنن، یه وقت قضاوتت بکنن، یه وقت طردت بکنن. از این جور چیزا میترسی. میدونی وقتی اون استایل موی تیک توکی مثلا فرو داشتم، واقعا دخترا بهم شماره میدادن، یعنی واقعا جذبم میشدن. شاید باورتون نشه تو ویدیوی دیگه هم گفتم با 11 تا دختر وارد رابطه شدم، 11 تا دختر مختلف و انقدر اعتماد به نفسم بالا بود که یه بار سینگل بودم و من و چند تا دختر دیگه رفته بودیم بیرون. اینقدر اعتماد به نفسم بالا بود که رسما همینطوری بدون هیچ دلیل دختر رو گرفتم بغل کردم و همون روز با دختر رفتم تو رابطه. الان که دارم فکر می‌کنم حتی انگار دیوونه بودم اون موقع، اصلا چطور جرئت کردم همچین کاری بکنم، یه دختر رو بگیرم بغل کنم، ولی دیگه اینقدر اعتماد به نفسم بالا رفته بود. اما میگم هیچ کدومشون بیشتر از 1 ماه طول نمی‌کشید، حد اکثر. میدونی چرا؟ چون این دخترها دنبال یه سری پسر عین خودشون بودن، با اخلاقای خودشون، گل بکشن، الکل بخورن هر روز، پارتی برن هر روز، فقط دنبال رابطه جنسی باشن. من از دور شبیه اینجور آدم بودم، ولی وقتی باهام میومد تو رابطه احساس می‌کردی که من اونجور آدمی نیستم و دارم اداشونو در میارم، انگاری که اونجور آدمام، ولی واقعا خیلی تابلو فیکشم، یه جور فیک افتضاح. علاقه‌مون یکی نبود، عقایدمون یکی نبود و خودتون میدونین چی میشه وقتی عقاید و علایق دو نفر یکی نیست. و اگه هنوز با وجود این حرفای من می‌خوای بری توی جمعشون و اداشونو در بیاری تا یکم حال کنی، درکت می‌کنم، اما عواقبش پای خودته، چون مثل یه جور چاله است که تو رو هی درون خودش میکشه. اول یکم ازشون تقلید می‌کنی ولی بعد اون یکم تقلید جواب نمیده، یکم بیشتر ازشون تقلید می‌کنی، هی بیشتر مثل اونا میشی تا اینکه به خودت میای و میبینی پایین اون سیاه‌چاله‌ای و دیگه راهی واسه فرار کردن نیست، چون یکی از اونها شدی. و من خیلی خوش شانس بودم که تونستم خودم از اون چاله بکشم بیرون، ولی دارم بهت اختیار میدم. درک میکنم اگه میخوای بری یکم حال کنی، یکم خوش بگذرونی، اول جوونیته، ولی مسئولیتش پای خودته. اما من واقعا کجا متوجه شدم که به اینجا تعلق ندارم، که واقعا با خودم باشم. ببینین اونجا اینجوریه که یه جور حالت فاکینگ محله است، یعنی 100 تا دختر پسر همه شماره‌های همو دارن، همه با هم غیر مستقیم و مستقیم در ارتباطن و همه همو میشناسن. و وقتی یه اتفاق خاصی واسه یکی
از اون دخترای پرطرفدار بیفته یا اون پسرای پرطرفدار، همه اون 100 نفر متوجهش میشن. یه رابطه نزدیکی از طریق واتساپ و تلگرام و اینجور اپلیکیشن‌ها با هم دیگه دارن. و یه روز تولد یکی از اون دخترای پرطرفدار بود، یکی از اون دخترایی که همه پسرا میخوان بگیرنش، خیلی خوشگله و فلان و از اینجور چیزا. و خب منم توسط یکی از دوستام که دعوت شده بود دعوت شدم و گفت که اگه میخوای بیا با هم بریم. و من دیگه اون موقع دیگه ته فاک بوی بودنم بود که دیگه اینجوری بودم که فقط دختر رو میگرفتم، یه هفته باش رابطه بودم، بعد ولش میکردم، خودم ولش میکردم. و اونجا یک مقدار محبوبیت من بیشتر شده بود بین اون جمع و واسه همین راه پیدا کرده بودم به پارتی و مهمونیاشون. و گفتم چرا که نه. مهمونی توی خونه حیات دار بود، ساعتای 9 شب بود فکر می‌کنم شروعش و تا صبح ادامه قرار بود داشته باشه. و این مشکلی واسم پیش اومده بود و یکم دیرتر مجبور شدم برم. من حدوداً فکر کنم طرفای 10:30 تنها با اسنپ رفتم اونجا. و ببین زنگ درو زدم، از آیفون صدای آهنگ اومد، یه آهنگ رپ خیلی خفن پیدا شده بود. یکی گفت کیه؟ انگار اصلا یارو مست بود، گفت کیه؟ منم گفتم منم، درو برام باز کنین پارسام. بعد یارو گفتش که پارسا کیه؟ گفتم من دعوت شدم. گفت بیا تو. درو برام باز کرد، رفتم تو. حیاط خیلی بزرگی بود، یه استخر اینور بود، چند نفر تو استخر داشتن هم حرف می‌زدن، اینور چند نفر داشتن با تلفن حرف می‌زدن و با ماماناشون صحبت می‌کردن، لاف می‌زدن، اونور دو سه تا دختر جمع شده بودن. و من اینا رو نگاه کردم و گفتم که برم داخل. پسر به محض اینکه درو باز کردم، در باز بود. خب درو که باز کردم، یه نفر با صورت اومد تو شکمم و افتاد روم. همون موقعی که افتاد روم من فقط داشتم نگاهش می‌کردم تا ببینم کیه. دختر سرش رو آورد بالا، گفتش که ببخشید، همونو بالا آورد سمت راست بدن من و دستم رسما استفراغی شد. همونجا من خودم رو جمع و جور کردم، خودم بلند کردم و اوکی گفتم آره این شروع خیلی افتضاحیه، ولی من تا اینجا اومدم، نمیتونم که همینو برگردم برم. درو که باز کردم و دوباره رفتم داخل، پر دود بود، حال پر دود بود، نور بنفش آبی از این ور اون ور میزد. شاید بهت میگم 30 نفر فقط تو طبقه اول بود. صدا میومد، دختر و پسر اینطوری داشتن میکردن، با صدا آهنگ خونه داشت میلرزید. و اصلا اولین بار بود من تو زندگیم همچین صحنه دیده بودم. من از بین اینا رامو باز کردم تا برم رفیقم پیدا کنم، چون بهم گفته بود طبقه دومه و من سعی کردم برم طبقه دوم. قبلش گفتم برم دستشویی. وقتی خواستم برم دستشویی در زدم و درو باز کردم و دیگه فکر کنم مشخصه که چی دیدم، اصلا لازم نیست درموردش صحبت کنم. و در دستشویی رو بستم، مستقیم رفتم تو حموم. انقدر حالم بد شده بود، انقدر سرم درد میکرد از اون همه دودی که توی خونه رو گرفته بود، انقدر بوی گوه میومد تو خونه. من رفتم تو حموم، توی توالت فرنگی بالا آوردم، دستمو شستم، همونو مستقیم بدون اینکه با رفیقم صحبت کنم، بدون اینکه با هیچ کی صحبت کنم، به همه تنه زدم، مستقیم رفتم بیرون، اسنپ گرفتم، رفتم خونه. و همونجا متوجه شدم که من اصلا به اینجور جمع تعلق ندارم. و اگه شما فکر میکنید خیلی اینجور جمع و باحاله، برید 6 ماه از زندگیتون رو هدر بدید، 1 سال از زندگیتون رو هدر بدید، برید تو اونجور پارتیا و وقتی که حسابی فهمیدید به اونجا تعلق ندارید، اون موقع بیاید ویدیوی منو ببینید. من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم. میدونی اون موها و ماسک مشکی که میزدم یه جور نقاب بود که خود واقعی من ازشون مخفی بکنم، چون رسما کل صورتمو میپوشوند و اینطوری فکر کردم خیلی آدم خفنی ام، در صورتی که فقط یه آدم ترسو ناامن بودم که میترسید مردم خود واقعیشون رو ببینن، و خود واقعیشون نشون بده. و یه جوری خودمو جمع کرده بودم توی اون پوست آدم فاکبوی باحال تقلید کار. اما وقتی رسیدم خونه انقدر حالم بد بود که کل فکر و ذکرم تو اسنپ بود. اینطوری تکیه داده بودم به صندلی عقب اسنپ و داشتم سقف رو نگاه می‌کردم و میگفتم که پسر چرا باید خودم مخفی کنم؟ چرا باید از اونو تقلید کنم وقتی که میدونم که کاری که دارن میکنن درست نیست؟ و با اینکه شاید یکم بهشون بخندم، یکم باشون حال کنم، ولی از ته دلم میدونم که این کاری که دارن میکنن اشتباهه. اینقدر حالم بد بود و اینقدر اون خاطرات بد از اینکه شاید 1 سال و نیم زندگیمو تلف کرده بودم و مثل اینا باشم و هیچی نصیبم نشده بود، به جز اینکه پولام داشت تموم شد، به جز اینکه نمراتم بگاه رفته بود، به جز اینکه خانواده‌ام از من بعدشون میومد، به جز اینکه معتاد شده بودم، هیچ چیز مثبتی نداشتم. و رفتم رو تختم نشستم و گفتم پسر ترجیح میدم خودم باشم و تنها بمونم تا اینکه با اینا باشم و زندگیمو بگاه بدم. و ازت میخوام تو هم همین الان این سوالا رو از خودت بپرسی که چرا باید از اونو تقلید کنی و چرا باید تو جمعی بمونی که اصلا از اونو خوشت نمیاد و چرا میترسی که خود واقعیت باشی. یکم که فکر کنی میبینی اصلا دلیلی واسه این کارت وجود نداره، صرفا تو بودی که خیلی ترسو بودی. و من روی همین تخت اینو فهمیدم. ببین هر کسی که اون موقع میشناختم موهاش این شکلی بود که فر بود، تو جلوی چشماشو گرفته بود و ماسک میزد و یه جوری سمبل این بود که من خیلی دختر دورمه، من آدم فاکبوی و باحالیم. یه جوری که از هر 5 نفری که میدیدی 4 نفرشون اینجوری بودن از پسرا و حتی از دخترام همینطور. دخترا یه ذره فرق می‌کرد، چتری داشتن و ماسک، ولی من دیگه از این ماسک خسته شدم. من فکر می‌کنم حدود 50 تا ماسک مشکی داشتم که هر وقت می‌خواستم برم بیرون یک کدومشون رو می‌زدم. اولین کاری که کردم این بود که اونا رو برداشتم
داشتم انداختم سطل شد. بعدش رفتم تو آینه 5 دقیقه تمام فکر کنم به خودم زل زده بودم و آخر فهمیدم که اینا دارن صورت منو مخفی میکنن. اینا هم یه بخش از همون ماسکی بودن که من به صورت می‌زدم تا از اونو تقلید کنم و مثل اونو باشم. واسه همین رسما موزه رو برداشتم و کشیدم وسط موام اینطوری. این اسکولا شده بودم، وسط موام خالی بود و این ور اونورش فر بود. ولی دیگه خیلی دیر شده بود واسه اینکه پشیمون بشم رسما. بقیه موامم شروع کردم بزدم و نصف موامو زدم و باورتون نمیشه چی شد. این نصف مو رو که اومدم بزنم بدترین اتفاق ممکن افتاد. شارژ موزرم تموم شد. مامانم هم خونه نبود و میدونستم که اگه بیاد ببینه که کل سینک همون پر موه و من نصف موام نیست خودشو میکشه و منم میکشه. پس سریع لباسامو پوشیدم. تابستون بود ولی هودیمو کردم سرم و اونو مستقیم رفتم تو آرایشگاه. رو اینور موامم زد. من دوباره همونو مستقیم برگشتم خونه. موهایی که ریخته بودم تو همونو جمع کردم، ریختم سطل آشغال و گفتم که برم یه دوش بگیرم. آبو گذاشتم گرم بشه و خودم تو آینه نگاه کردم. واقعا میتونستم حسش کنم که دیگه اون ماسکو ندارم. تازه داشتم صورتمو واقعا میدیدم. تازه میتونستم ببینم به خاطر اون همه عرقی که زیر این موام میکردم که کل پیشونیمو میگره، پیشونیم پر جوش شده بود. این جوشا رو میبینی؟ خیلیاش مال الان نیست، خیلیاش مال همون موقع است. من موام تا اینجا بود و این باعث میشد این زیر عرق کنه. طبیعتا من عرقا رو هر روز نمیشستم، یه آدم کثیف آشغال بی‌خاصیت بودم و اینا به مرور زمان تبدیل به جوش شد. دندونام زرد شده بود چون اصلا دلیل نداشت که مسواک بزنم وقتی ماسک میزدم. و به خاطر اون غذای آشغالی که میخوردم روی سرم مثل لکه‌های سفید وجود داشت. و چیزی که میدیدم یه بازنده بود، یه آشغال متقلب به تمام معنا. میدون اونجا چیکار کردم؟ زدم تو گوش خودم، سرمو تکون دادم و همونجا به خودم قول دادم که دیگه اینطوری نباشم. میتونی همینجا ویدیو رو استاپ کنی. به عنوان یه تکلیف کوچیکم که شده از طرف من، بشین به خودت فکر کنی که اون نقابی که جلوی بقیه به صورتت میزنی چیه؟ اون جمعی که دوست نداری توش باشی و خود واقعی تو مخفی میکنی کجاست و کیا توشن و ارتباطتو با اونا قطع کنی و نقاب روی صورتتو برداری. سعی کنی یه شروع تازه و نو رو داشته باشی و بعدش بیا ادامه این ویدیو رو ببین. میدونی به محض اینکه مومو زدم اعتماد به نفسم اگه اینجا بود یهو افتاد اینجا. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که هر پسری که دخترا جذبش میشدن اون موقع موهاشون طوری بود، ماسک میزد و استایلش یه جور خاصی بود. اما من الان رسما از این رو شده بودم اون رو و دیگه اون پرطرفداری قبل رو نداشتم و خوشبختانه اتفاقی هم که افتاده بود این بود که یکم قبل از اینکه من تصمیم بگیرم مومو بزنم گوشیم از دستم افتاده بود و شکسته بود و دیگه شماره هیچ کدومشون هم نداشتم که بتونم بهشون پیام بدم یا باشون بیرون برم. پس یه جوری رسما یه شروع تازه واسه من بود و اگه تو گوشیت نشکسته نمیگم برو گوشتو بشکن، ولی شماره اون آدما رو پاک کن. جدی بهت میگم خیلی تاثیر داره. چون میگن واسه ترک هر اعتیاد باید 1 از اون مکان فاصله بگیری، 2 از اون افراد. میدونم یکم ممکنه سخت باشه ولی هنوز به فوایدش نرسیدم. رسما انگار دوباره متولد شده بودم. یه فرصت دوباره داشتم واسه اینکه زندگی کنم. شماره کسی رو نداشتم، اعتماد به نفس اینو نداشتم که برام با دختر صحبت کنم و بیشتر وقتا تو خونه بودم. از کتاب خوندم، باشگاه رفتم و کار کردم. 1 سال تمام روی این سه تا تمرکز کردم و به مرور زمان بعد از عوض کردن استایل‌های متفاوت بالاخره استایلی که به خودم میومد و پیدا کردم و الان بالاخره دخترایی که واقعا دوست دارم و جذب میکنم، نه دخترای معتاد گلی که با 5 نفر احتمالاً تو همون شب تو رابطه بودن و در اومدن قبل از اینکه تو رو ببینن. و تو اون 1 سال خیلی چیزا فهمیدم. یکیش این بود که نظر بقیه هیچ تأثیری روی زندگیت نداره. من اون قیافه‌ام دخترای شکسته معتاد و بدبخت رو دور خودم جمع می‌کردم و بعدم میرفتم واسه رفیقام جار می‌زدم که من این فلان دختر رو تور کردم. بعد اینقدر اصلا بودم بیشوری بودم، اینقدر زشت حرف می‌زدم در مورد دخترا که مثلا الان که بهش فکر کنم چندشم میشه. فکر کردم خیلی دارم کار خفنی می‌کنم که از یه عده دیگه تقلید می‌کنم، بعد یه دستاورد چرت و پرت به دست میارم و میرم اونو به بقیه جار می‌زنم. پسر آفرین زندگی تو به کار دادی. ولی تو اون 1 سال فداکاری رو درک کردم. فهمیدم اگه یه چیزی رو فدا کنی به چیزای بهتری میرسی. اصلا امروز شروع کن موتو بزن که آزاد باشی و دنبال جلب توجه از طرف هیچ کسی نباشی. چون وقتی که میفهمی که هیچ کس واقعا بعد از یه مدت که موتو میزنی، مثلا بعد از یه روز که همه رفیقات میگن حاجی ریدی تو کلت، دیگه هیچ کس موقع براش مهم نیست. اون موقع است که یه ذره اعتماد به نفست میاد پایین. یکم باید بری تو لاک خودت، یکم که بری تو خودت میفهمی که چقدر مشکل داری که باید رفع کنی. و باور کن موات بعد 1 سال دوباره بلند میشن، اما اون 1 سالی که وقت تو هدر دادی رو هیچ وقت قرار نیست پس بگیری. بعد از اینکه موی خودتو زدی و خوب درون خودتو جستجو کردی و فهمیدی که اصلا واسه چی زنده‌ای و هدفت چیه، یه برنامه در راستای هدفت بنویس و هر روز انجامش بده. اگه نمیدونی چطوری، یه ویدیو در مورد پیدا کردن هدف و نوشتن برنامه ساختم. اگه دوست داری میتونی بری ببینی. 1 سال ناپدید شو و با شخصیت جدید برگرد. چون باور کن 10 سال دیگه قرار نیست به خودت بگی که پسر کاش این 1 سالو روی خودم تمرکز نمی‌کردم و میرفتم پارتی می‌کردم و عرق می‌خوردم و سیگار می‌کشیدم. اما مطمئن باش از بگاه دادن جوونیت و سیگار کشیدن و دختربازی پشیمون میشی. ببینم